سوره سبع یعنی قبیله سبع در مکه نازل شده است و از 54 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. همه ستایش از آن الله است که هرچی در آسمان ها و هرچی در زمین است از آن است و در آن جهان نیز ستایش از آن است و او حکیم و آگاه است. یعنی ستایش برای الله است که تمام صفتهایش کامل و بی نقصان است و نیز ستایش به نعمتهای ظاهری و باطنی و دینی و دنیوی او حکیم و آگاه است، یعنی همه کارش با حکمت است و هیچ چیز از او پوشیده نیست. تفسیر سعدی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هرچی را که در زمین از قطره های آب فرو شود و هرچی را که از زمین از نباتات و معدن ها و چشمه ها بیرون آید و هرچی را که از آسمان از باران و فرشته ها و کتاب ها فرود آید و هرچی را که بر آسمان از فرشته ها و عمل های بندگان بالا رود می داند و او با بندگانش مهربان است و توبه کنندگان را آمرزنده است. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و کافران گفتند ما را قیامت نخواهد آمد. بگو ای رسول برایشان آره سوگند به پروردگارم که داننده علم غیب است، البته قیامت شما را خواهد آمد ولیکن بجز الله کسی دیگر وقت آمدنش را نمی داند. هیچ چیز از نظر الله غایب نیست، اگرچه به قدر ذره باشد در آسمان ها و زمین، حتی آنچه که خردتر از ذره یا بزرگتر از آن باشد همه در کتاب مبین آمده است. یعنی لوح محفوظ آن کتاب است که تمام تقدیر مخلوقات از اول تا آخر در آن ثبت شده است. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم. تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پاداش دهد، برای آنهاست آمرزش گناههایشان و رزق نیکو که آن جنت است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین أولئك لهم عذاب من رجز ألیم. و کسانی که مبارزه کنان در رد و انکار آیات فرستاده ما سعی و تلاش کردند و گمان کردند که ما را به ناتوانی آورند،
برایشان عذاب سختی دردآور است. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. و کسانی که به آنها علم داده شده است می‌دانند که آنچه از جانب پروردگارت بر تو از این قرآن نازل شده است حق است و به راه الله پیروزمندی ستودنی راه می نماید، یعنی اوست که بر همه چیز غالب است و در گفتار و کردار و شریعتش ستایش کرده شده است. تفسیر ابن کثیر. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. و کسانی که کافر شدند به یکدیگر مسخره کنان گفتند آیا می خواهید به مرد دلالتتان کنیم؟ یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را در نظر دارند که شما را خبر می دهد آنگاه که پاره پاره شوید و عضوهایتان از یکدیگر جدا شده خاک شوند البته از نو آفریده خواهید شد. افترا علی الله کذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. آیا این محمد بر الله دروغ می بندد یا دیوانه است؟ نه، محمد از راستترین راستگوی ها است، بلکه آنان که به آخرت ایمان ندارند در عذابند و در حیات دنیا سخت از راه حق دورند. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا این کافران به پیش روی یا پشت سر خود از آسمان ها و زمین نمی نگرند که عقلها را به حیرت می اندازد؟ اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو می بریم چنانه که به قارون کردیم یا پارچه عذاب را از آسمان بر سرشان می افکنیم چنانه که به قوم شعیب کردیم. البته در این برای هر بنده که به سوی الله با توبه باز می گردد عبرت است. یعنی به قوم شعیب از آسمان آتش فرود آوردیم که آنها را سوزاند. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحدید. و در حقیقت داوود را از سوی خود فضیلت دادیم که آن پیامبری کتاب و علم بود. پس گفتیم ای کوها و ای پرندگان با او مرا در تسبیح گفتن هم آواز شود و آهن را برایش مانند خمیر ملایم و نرم کردیم تا هرچی می خواهد با آن بسازد. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصیر. فرمودیم داوود را که بساز از آهن زره های کشاده و اندازه نگاه دار، یعنی پخته کاری کن در بافتن خلقه های زره و ای داوود همراه اهل خود کارهای شایسته کنید که البته من به کارهایتان بینایم
و هیچ چیز بر من پوشیده نمی ماند. ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. و برای سلیمان باد را مسخر کردیم که صبحگاهان مسافه 1 ماه را طی می‌کرد و شامگاهان مسافه 1 ماه را و چشمه میسی آب شده را برایش جاری ساختیم و گروه از جینها به فرمان ما نزد او کار می‌کردند و اگر یکی از آنها از فرمان ما سر می‌پیچید به او عذاب آتشی سوزان را می‌چشانیدیم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. سلیمان هرچی میخواست جنها برایش میساختند. از قصرها و عبادتگاه ها و صورتها از میس و شیشه و کاسه های چون حوض و دیگ های محکمی بر جای و به آنها گفتم ای خاندان داوود به طاعت عمل کنید، شکر این همه نعمتها را بجا آرید و اندکی از بندگان من شکر گزارند. یعنی داوود و خاندان او از گروه اندکی بودند. تفسیر طبری. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. چون مرگ را بر او یعنی سلیمان مقرر کردیم جنها را بر مرگش آگاه نساخت مگر کرمی چوب خاره که عصایش را میخایید از بین رفت و شکست. پس وقتی که سلیمان بیفتید جنها فهمیدند که اگر علم غیب را میدانستند اینقدر خود را در عذاب خار کننده نمی ماندند. یعنی این آیت کریمه باطل می سازد دوای کسانی را که می گویند جنها علم غیب را می دانند. اگر آنها علم غیب را می دانستند وفات سلیمان علیه السلام را پی برده و خود را عذاب نمی دادند. تفسیر بغوی. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. مردم سبع را که از یمن بودند در استقامتگاهشان عبرت بود. 2 باغ داشتند، یکی از جانب راست و دیگری از جانب چپ. از آنچه پروردگارتان به شما روزی داده است بخورید و شکر او به جای آورید. الله شهر شما را شهر خوش و پاکیزه قرار داد و پروردگار گناه شما را آمرزنده است. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
پس آنها از امر الله روی گردانیدند و شکرش را به جا آوردند. ما نیز سیل ویرانگر را بر آنها فرستادیم و تبدیل دادیم به عوض آن دو باغی که داشتند دو باغ دیگری را که میوه‌هایش بدمزه بود و درختی شورگز داشت و کم و بیش از درختی کوکنار. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. آنها که ناسپاس بودند این چنین جزایشان دادیم. آیا ما جز ناسپاسان را جزا می دهیم؟ یعنی ما کسی را جزا می دهیم که ناشکری نعمت کند یا وجودی وحدانیت ما را انکار کند. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. میان آنها یعنی اهل سبا و دیه هایی که برکت داده بودیم یعنی و آن شام است، شهرهای آباد و با هم پیوسته بر سر راه پدید آوردیم و منزلهای برابر معین کردیم و به آنها گفتیم در آن راهها با امن و آسایشتگی شبها و روزها سفر کنید و هیچ خوف نمی برید از دشمن و نه از گرسنگی و نه از تشنگی. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بر خود ستم کردند و از راحت و ایمنی ملال و دلتنگ شدند و درازی سفر و دوری میان آبادی ها را آرزو نمودند و گفتند ای پروردگار ما منزلگاه های ما را از هم دور گردان. پس ما نیز آنها را برای عبرت دیگران افسانه های قرار دادیم و سخت پراکنده شان ساختیم و در این یعنی اهل سبا عبرت هاست برای صبر کنندگان سپاسگزار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. شیطان گمان خود را درباره آنها یعنی فرزندان آدم درست یافت که او آنها را گمراه می کند و آنها او را زود پیروی می کنند. پس بجز گروه از مؤمنان دیگران به او پیروی کردند. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. و شیطان هیچ سلطنت و قدرت بر آنها ندارد و نمیتواند آنها را به آنچه میخواهد فرمایش دهد مگر آن که میخواستیم معلوم کنیم که چه کسانی به قیامت ایمان دارند و چه کسانی از آن در شک هستند و پروردگار تو نگهبان هر چیز است. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو ای رسول برای مشرکان بخوانید کسانی را که جز الله یکتا معبود میپندارد. آنها مالک ذره
در آسمان ها و زمین نیستند و در آفرینش و تدبیر آن دو یعنی آسمان و زمین شرکت ندارند و او یعنی الله از میان آنها یاور و پشتیبان ندارد، بلکه الله خود در آفرینش یکتا است و شریک ندارد. اینچنین در عبادت او کسی شریک نیست و بجز او کسی لایق پرستش نیست. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. شفاعت نزد الله فایده نکند مگر برای کسی که او خود اجازت دهد. و از نشانه های بزرگی و عظمت پروردگار این است که هر وقت که او تعالی به وحی سخن گوید اهل آسمان ها از ترس او تعالی بیهوش شوند. پس چون آن ترس از دلهایشان رود از یکدیگر پرسند پروردگارتان چی گفت؟ گویند فرشتگان سخنی حق گفت و او تعالی بلند مرتبه و دارای صفتهای بزرگ است. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بگو ای رسول برای مشرکان از آسمان ها و زمین چی کسی به شما روزی می دهد؟ حتما اقرار شده بگویند که الله یکتا و اگر منکر شوند تو برایشان بگو الله یکتا. در حقیقت یا ما یعنی پیامبر و مؤمنان یا شما یعنی مشرکان در راه هدایت هستیم یا در گمراهی آشکار. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بگو اگر ما گناه کنیم شما را بازخواست نمی کنند و اگر شما گناه کردید ما را بازخواست نخواهند کرد. حقیقتا ما از خود شما و کفرتان بیزار هستیم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بگو پروردگارمان ما و شما را روز قیامت گیر می آورد سپس میان ما به حق داوری می کند زیرا اوست حکم کننده و دانا. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو الله العزیز الحکیم. بگو آنهایی را که شریک الله پنداشتید به من نشان بدهید آیا چیزی را آفریدند؟ هرگز نمی توانند. او الله پیروزمند حکیم است که بر همه چیز غالب است و در گفتار کردار و تدبیر خلقش با حکمت است. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تو را ای رسول به پیامبری فرستادم بر همه مردم مژده دهنده و بیم دهنده ولی بیشتر مردم نمیدانند که تو برای همه مردم فرستاده شده ای و به سبب سرکشیشان از حق روی میگردانند. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و مشرکان مسخره آمیزانه میگویند اگر راست میگویید این وعده که شما به ما میدهید الله ما را در قیامت جمع می آورد و بعد از آن بین ما داوری می کند
چی وقت فرا می رسد؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بگو برایشان ای رسول، آن روز که وعدگاه شماست حتما آمدنی است، نه ساعت از آن تأخیر می کنید و نه ساعت از آن پیش می افتید. پس از آن روز در حذر باشید و آماده شوید. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. و کافران گفتند ما هرگز نه به این قرآن ایمان می آوریم و نه به کتاب‌های پیش از آن، یعنی تورات، انجیل و زبور. اگر ببینی ای رسول آن روز که ستمکاران را برای حسابرسی به پیشگاه پروردگارشان نگاه دارند، هر کس گناه خود به گردن دیگری اندازد. ناتوانان به قدرتمندان گویند اگر شما نمی بودید ما به الله و رسولش ایمان آورده بودیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قدرتمندان به ناتوانان گویند آیا از آن پس که شما را برای هدایت فرا خواندند ما شما را باز داشتیم؟ نه، بلکه شما خود گناهگار بودید، زیرا با اختیار خود کفر را پذیرفتید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ناتوانان به قدرتمندان گویند نه، بلکه شما شب و روز حیله می کردید آنگاه که ما را فرمان می دادید که به الله برحق کافر شویم و برای او شریکان قرار دهیم و چون عذاب را ببینند هر دو گروه در دل پشیمانی کنند و ما غولها را، یعنی طوقهای عذاب را بر گردن کافران بگذاریم. آیا نه چنین است که در برابر اعمالشان جزا داده می شوند؟ این آیت دلیل است برای مؤمنان که از پیروی داعیان گمراه و سرکش در حذر باشند. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما هیچ بیم دهنده بدیهی نفرستادیم جز آن که توانگران آن با عیش و عشرتش گفتند ای پیامبران، بیگمان ما به آنچه شما را به آن فرستادند ایمان نمی آوریم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. و گفتند
اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و الله برای ما از رضاگی خود عطا نموده است. کسی ما را در دنیا و آخرت عذاب نکند. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو ای رسول برایشان: پروردگاری من رزق هر کس را که بخواهد در دنیا فراوان می کند و بر هر کی بخواهد تنگ می گیرد و این از برای امتحان است، نه برای دوستی و نه بدبینی، ولی بیشتری مردم نمی دانند. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اموال و اولادتان چیزی نیست که شما را به ما نزدیک سازد، مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند که پاداش آنها به سبب اعمالشان چند برابر است. یعنی پاداش آنها از 10 تا 700 و بیشتر از آن داده می شود که اندازه آن را بجز الله کسی نداند و امین در غرفه های بهشت هستند. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. کسانی که مبارزه کنند در این کار آیات ما تلاش می کنند و می پندارند که از ما گریزند، آنها در عذاب حاضر کرده می شوند. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بگو ای رسول برای فریفته شدگان به مال و فرزند: پروردگار من به حکمت و دانش خود رزق هر کی از بندگانش را که بخواهد فراوان می کند یا او را به تنگی می افکند و اگر چیز صدقه کنید عوضش را در آخرت خواهد داد و او تعالی بهترین رزق دهندگان است. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. به یاد آر ای رسول روزی که الله همه را از مشرکان و ملائکه پرستان گرد آورد. الله آنگاه ملائکه ها را گوید: آیا اینها بودند که شما را می پرستیدند؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ملائکه ها می گویند: تو پاکی، تو سرپرست و کارساز ما هستی، بلکه این مشرکان جنها را می پرستیدند و اکثرشان به آنها ایمان داشتند. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. امروز در قیامت هیچ یک از شما
نمی تواند برای دیگر فایده و زیان داشته باشد. و به ستمکاران گویم بچشید عذاب آتش را که دروغش می پنداشتید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. چون آیات روشنی ما بر آن کافران مکه خوانده شد گفتند این محمد مردی است که می‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان می‌پرستیدند باز دارد و گفتند این قرآن جز دروغ به هم بافته چیز دیگر نیست. و کسانی که به الله کافر شده بودند چون سخن حق بر آنها نازل شد گفتند این چیز جز جادوی آشکار نیست. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. پیش از این کتاب‌هایی که آن را بخوانند به آن مشرکان عرب نداده‌ایم و پیش از تو ای رسول بیم دهنده بر آنها نفرستاده‌ایم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. و کسانی که پیش از آنها بودند مثل عاد و ثمود پیامبران را دروغگو خواندند و این اهل مکه خود به دهیه که آنچه به آنها داده بودیم از مال، قوت و عمر نرسیدند و با این حال پیامبران ما را دروغگوی شماریدند. پس عقوبت من چگونه بود؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید. بگو ای رسول برای سرکشان با تحقیق شما را در یک چیز پند می دهم دو و یک برای عبادت الله برخیزید سپس بیندیشید تا بدانید که در یاری شما محمد صلی الله علیه و سلم هیچ گونه دیوانگی نیست. اوست که شما را پیش از آمدن عذاب سخت بیم دهنده است. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهید. بگو ای رسول برای کافران هر مزدی که از شما خواستم پس آن برای شما باد. مزد من تنها بر عهده الله است. اوست که بر همه چیز گواه است. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغیوب. بگو ای رسول هر آینه پروردگار من سخن حق را بر دل پیامبران خود می افکند. آن پروردگاری که دانای غیب هاست. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بگو حق
یعنی قرآن آمد و باطل باز نآید و در پرتو نور حق اثری از آن نماند و نابود شود و دوباره باز نگردد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. بگو به مشرکان بت پرست: اگر من با ترک بتها و دوری از آیین شما گمراه شوم، البته زیانش بر من است و جزای آن را می بینم، و اگر با راه هدایت روم، به آن است که پروردگار من به من وحی می کند. هر آینه آشنوا و نزدیک است و گفتار و کردار ما برا پنهان نمی ماند. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قریب. اگر ببینی ای رسول حال ستمکاران را آنگاه که سخت بترسند و از عذاب رهایشان نباشد و از مکان نزدیک به دوزخ گرفتارشان سازد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعید. کافران در آخرت چون عذاب را ببینند گویند: اینک ایمان آوردیم به الله، پیامبر و قرآن، اما از آن جای دور، از دنیای فانی یعنی گذرنده که جای پذیرش ایمان و کشتزار آخرت بود، چطور به آن ایمان دست یابند؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعید. پیش از این در دوران حیات که از عقل و اختیار و اراده برخوردار بودند، به الله، پیامبر و قرآن کافر شده بودند و به گمان خویش به آن تهمت می زدند. وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم من قبل انهم كانوا فی شک مریب. و چون میان آنها و آن آرزو که پذیرش ایمان آنها و نجات از عذاب است جدایی افکنده شد، همچنان که با دیگران که چنین می اندیشیدند و سخت در شبهه بودند نیز این چنین شد. هر آینه آنها سخت در شبهه بودند و زندگی را پیوسته با گمان باطل به سر بردند و به همین سبب ایمان نآوردند. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. این تنها ترجمه معنا است و اگر کجای ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم، الله ما را بیامرزد.